ایستاده. یک طرف ایسته. جناب با شما میگویم ایسته. بله زنک جان عزیزم التجا میکنم مرا ترک نکن، تو را بسیار دوست میدارم. اونم این آدم را کی دعوت کرد؟ من دعوت کردم بابا جان. چرا این کار را کردی؟ چرا این کار را کردی؟ به من دست نرسان گفتم. آرام شو براید نباشد پلیس را چه میزنم. خواهش میکنم به بیرون برو. بچه بگی دست اکاونر قطعی سرش گردده ایستاده است. عزیزم در خانه یکان زنی دیگر نبود. قسم میخورم خلط تو را لوین پوشیده بود. بله ینگه هلی سردارم راست میگوید. خلط شما را من پوشیدم. بله سردارم باشد تماما بیگناه است. لیکن در نزد خانم سیلن آبروی نبودگیم ریخت به خدا. هیچ گپ نه به خاطر سردارم آش شود. بله این شاگرد اونال درباره خلط گپ زده ایستاده است. این چی گپ ها؟ نمیدونم بابا، من هم نفهمیدم. عشقم من تو را فریب ندادم. قسم میخورم که هیچ فریب ندادم. تو را بسیار دوست میدارم. التجا میکنم به خانه برگرد. ینگه وجدان ایستانم سردارم شما را دوست میدارد. ایلا با برین خلطت رو من پوشیدم لیکن آن را شسته خوش کرده در بالای میز گذاشتم. خانه‌تون تازه و پاکیزه نگاه میدارم. لیکن سردار اونال آدم بی‌تمیز است که تمام خانه را به ترتیب نگاه میدارم. شما قطعی چه خیلی توقت میکردید؟ تو چی گفتی استاده به حق؟ با این همه بی‌تمیزش نگاه نکرده سردارم شما را بسیار دوست میداره. ینگه محافظان اینا را از اینجا بیرون کنید. سردار بگویم پلیس هستم. بگید دستت چی؟ بگید شما بسیار شما خورمان حفظ وای 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 دیدی نمک؟ ای پسر دنیا را انا همین زنانی داره میکنن، باز میگوین که مردانی داره میکنن. به حال گرفتار شده این کمیسر اونال نگر این کار بینه. ای نگو اکا با خود عیناً همین طور است. گویا همه در دست همین هاست. راست میگوی اکا. بابا جان التماس. زورا در این باره التماس نکن، فهمیدی؟ بی اجازت من او را به اینجا دعوت کردی. به خاطر فاتحه چیزی نمیگویم، اما اونال را به اینجا قبول کردن نمیتونم. خفه نشو داماد. بیایید خورسندیمان را دوام میدین. مرحمت. مبارک شد. سلامت باشید. ای سردارم اینقدر آدمی پسته که هر دومونه اغریستان بیرون کردن. شوی قیسنگلت اقلا یک سخن نکرد نامرد. روی باجت سیاه. من اون شخص رو ندیدم، تو او رو کی دیدی؟ سردارم منم باجه شما رو ندیدم، نه که باجه برای همین قدر روز است. یا یاردم میتا؟ راست میگویی، گویا باجه من میشود. حیف است، حیف. ما را از داخل بیرون کردن، هیچ کس آواز نبرآورد. شوکت اون دو کس رو نگاه کن، دیگر به درون ندرآیند. برادر تو آروم شو، کمتر آزاد باش. دیگر به داخل نمیدارند، دیدیم گپ زدند. اکثر تو چی اینقدر بی‌پروایی یکی باز آیند؟ اما چه تو در همه روز ما در قراول میمونیم. ما دم فورکی کمتر یک رقص بازی کنم.
شوکت از برای خدا دهانت رو پشت زد رو. یا توبه. همه کسای اشتیایی تام تشکر. دامولوزیو با شما سلام رسونده گفت انا کمیسر اونال باید همینجا ندروه یکی بیادابی کرده جزیر نکنه توی با. دامولوزیو از شما خواهش کرد که در نزد در قراری کرده همون دو بیاداب رو نمونید که به درون درایم بخیزه که مهره گفت بله هر دوی شما بخیزه تو دم بگیر هر دوی شما. چی یعنی ما در بیرون انتظار میشویم؟ اما چه تو کاری و گم این گپی من نیست گپی دامولوزیو هست بگیرین نگیرین من در فرق نداره آخی. اما چه وظیفه شما بخیزین؟ چه خیل وظیفه؟ نشونیده آنها گفتن که پلیسن ما چه خیل با آنها مانع شویم؟ اکجان مرا گوش کن در سلطنه میچی نمونده آخی اوقات دویم نمیورن خلیل ایرا بفهمون یک بار برایم دامولاتون خدمت کنیم برایم یک بشینه هیچ گپ نمیشود بگو که نداریم تمام ایرج میگن که خدمت کو در توی یک از که در توی خدمت کنم. یا خدایا توبه این چه خیل کار است نفهمیدم آخر. برای همونجا که خلیل میفهمه من به نزد استادم روم یا نه؟ تو بشی همونجا دم بگی تمام پیش دامولو نره با سوال بتی فهمیدی؟ مایلش گپ نیست بچه اشتی تو چقدر جفتی مناسب. بسیار زیبنده‌اند. بله مادر جان بسیار زیبنده است. ماشاءالله. بیتول دخترم چی شد؟ هیچ گپ نیست مادر جان من دامولوزیو رو با زهرا تبریک کرده به خانه میروم. مگر این خیر میشود آخر نو اومدی یک جای میرویم. مادر جان لطفا آخر شما باید میوید من امروز بسیار خسته شدم و پای ایستاده نمیتوانم. میدونید اگر خواهش دامولوزیو نمیبود من نمیومدم. خیر میلش من رفتم. همراهت رو؟ نه عزیزم نه. ای در اون رستوران دو کس سور کردن همه کجا رفتن دیدین؟ همه پیشتر اونها رو با بیرون برآوردیم. ایرج رفتیم. بیتل جان کمی دیگر میستادی چرا رفته ایستادی؟ بخشش در حقیقت رفتنم در کار است. به شما خرسندی خواهانم. خوشبخت باشید. تشکر زیاد عزیزم. در حقیقت تشکر زیاد خانم بیتل. خواهش میکنم. ما را بسیار خرسند کرده. تا بازدید. اجازه دید گسل کنم. هیچ چیز لازم نیست. تشکر. لطفا مشکلی نیست من میبرم. زحمت نکشید من خودم میروم. تا بازدید. نرزمانی شب خوش. خواهر جون. سردارم عجب از شوبه اموسا را جیغ زدن مهمانخانه رو احاطه کنیم چه خیلی بشوه. ما رو که از توی پیش کردن ما تویشون رو ویران میکنیم. سفسته نگوی با کدام دلیل اینجا را احاطه میکنیم؟ حاضر همین خیلی زو کش نیستم که اون هستن ایرج. خیر در اینجا باشن چیکار کنم؟ ما چی مگر محافظ هستیم خلیل؟ این خیلی چیزی سفسته را ندیدم. ایرج زنو سخنی دامولا بر زمین نگذار که خدا میزنم. اکنون همه بر رقص بیایید همه مرحمت شما هم. من زود میایم. تو اینجا چی کار میکنی شوکت؟ آخر من با تو چی گفتم؟ ای برادر آروم باش من نو رفته حال میکنم گفتم که این اکاها خلیل ایرج بودن کو ما حال میکنیم تو از خفای کار چه گفتم من باز اونها رو گوش نکردم چشمانم در همون جا است برای بابوی اکرم فریاد دارم من میدونم چیکار کنم مخی بچه شوکت اگر یکون چیز روخ دیاد به همش تو جواب میدی. ای برادر گفتم همش حال میکنم ای برای گمشه پس کار چه ای توبه ای پروردگار بخشش انتظار کنندم بیا زفر جون.
ба язнае уналам бисёр айб шуд охир ӯро ман даъват карда будам. خواتی نشوید شفقت رو نگاه میکنید. شما همین رو گپ زده ایستاده بودید؟ یعنی همه خیلی بیم هیچ خیلی که نباشد دروغ هم باشد فاتحه من هم هست من هم غمگین شدم. تشکر زیاد دامورازی شما بسیار انسانی خوب هستید. خواهش میکنم خانم زهرا کمی خنده کنید همه ما رو نگاه دارد. آفرین مبارک شد. آفرین مبارک شد. تنها دستش را داشتن دستند از گفته بود. آن لحظه حس میکنی قلبت میداند میفهمی گفته بود. این حس بسیار ناجا است. چشمانش مانند چشمان زاغ سیاه است. نه چه سفسطه میگویم این آخر دامولازیو است. منم زهرا حس های دروغ نیستم آن منم. دامولازیو رو بینیم چخیل میرقصد. این چخیل دامولو است. دخترا لباس زهرا کمی محکم نیست مگر؟ بله با فکرم کمی محکم است. چه علاقه دارد؟ این رو از کجا برآورده؟ دامولازیو فشار آورده باشد. بگذار کمی فشار آورد. آخر به امام مسجد اویله دار می شود. عزیزم زهرا را هیچ کس به هیچ کار مجبور کرده نمیتواند. آخر چی دامم؟ و فکرم استیل زهرا هم دیگر بود. و خدا بسیار زیبید است. طرزی از همه خوب طرزی به خودت زیبنده است. همین خیلی جانم. معلوم نیست سیرین جان. یعنی اگر دامولازیو زهرا رو به اویله دار شدن راضی کرده باشد برای مال پوشیدن هم راضی میکنه. نه اینقدر هم نه. تشکر. جواب نمیده. مانند بابایش یک رب است. سردارم عجبا من به داخل در آمده بیانگه هلا گویم که شما او رو انتظار هستید هر دوتون سر به سر کنم چخیل است. این رو چخیل میکنی؟ سردارم نام من لوین پروفیسیونالم او طرفش کاری من دیکک. دیدی چورچشمش برفت. بیا بریم خبر بتیم. ای خدای بزرگ من. ایرج زنوک رفتیم. یا پنج خانگاه دارم یا استاریکس.
کار. بسیار خوب رقصیدید. دومولوزیا شما رو مخصوصا تبریک میکنم. ما رو بسیار در حیرت گذاشتید. زهرا جان اگر اجازت باشد با داماد رقص کردن میتوانم؟ لبای خفه نشوید خانم ملیس، من بغیر از زهرا با کسی دیگر رقص نمیکنم. چرا آخر؟ معلوم است که دامولا هستم، در اینجا زیبانده نمیشود. دامولا بوده است. اگر این درویگیت را برای دامولا بودنی سخصایت کرده ایستاده باشی هیچ حیرت ندارم. زهرا جان اگر دامولوزیو اجازه دهد با من به رقص میبروی؟ بخشش اوزر اکنون شما فاتحه شدید که علاوه بر این باید به دامولوزیو اطاعت کنی. ها خفه نشوید، با شما خوشبختی ها خواهم. داماد با نبیرم رقص کرده میتوانم؟ البته آقا، مرحمت. دخترکا باش یک چیز بیام. این دامولوزیو که زهرا رو در خونه محکم کرده دیگر با بیرون برآمده نمیموند. چه علاقه دارد سمی؟ دامولوزیو این خیل آدم نیست. ای آخر من به معنای بد نمیگویم، یعنی انسان دوست داشته‌اش رو از هر چیز ایمن نگاه می‌دارد، اما این دامولو چیم خیلی است میفهمی؟ خیر با ما چی عزیزم؟ اگر این خیلی خرسند باشند خودشان میدونند. راست میگویی ملیس جان، لیکی بیا رقص کنیم. چی گفتی ها؟ خیز. من با رقص. مرحبا. سیوال جان بیا همراه یک رقص کنیم. شپاتی آبدار نمیخواهی؟ شپاتی آبدار گفتی؟ البته شپاتی آبدار گفتم. اگر خواهی آن شیشه را هم در سرت میده کردن میخواهم. خیر میلش خطاگی در من است آخر. دیدی ها؟ اونال از پسی حلی چی خیل میدود. اونال کمی با او اهمیت نداد. وقتی حلی قهر کرد زود خوشش به سرش آمد. عزیزم یعنی اونا هم مرد زیبا با مفق صاحب جمال است. 5 هنر است مانندی من. فاروق چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ آخر مانندی حلی دختر نمیابد. تو هم مانندی من نمیابی. تو کجایی؟ Ama tort ayakkabı dikene zandalan da etmiyor. هیچ با ما مانند نیست. من زیباتر هستم. من هم همچنین. چی شده ایستاده‌ام؟ این بسیار حسیاتی عجیب است. آخر من در همه جای ذوق سیاه را دیده ایستادم. او را حس کرده ایستادم. چه سفسطه میگویم من؟
حلی خانم نمیخوام، تشکر با شما. ینگا منم لوین. تو اینجا چی کار میکنی؟ ای ینگا جان، سردان اونال بسیار غمگین است. در بیرون شما رو انتظار است. التماس روید دل برداری کنید. اون سردارت رو گرفته، از اینجا زود دفع شده روید. آخه ینگا جان چرا این خیلی میگی؟ با خدا که خلط شما رو من پوشیدم. سردارم یگان گناه نداره. او تنها یک گناه داره. شما رو دوست می‌دارم. رفته به اون سردارت بگو که مرا اینقدر آزار ندهد که رفته پگاه از او جدا میشوم، فهمیدی؟ ای ینگا جان این پرابلم خودتونه. برای چیزی میگی بگو. اگر رفتی یگان چیزی خوردنش برکی کشیده. یک طرفیستا. پایش کم شدن در کار. ترد میخری؟ عشقم، آمدنت رو میدانستم. چی شد اونال؟ از من چی میخوایی؟ با کدام رو به اینجا آمدی؟ عشقم، لطفاً این جدایی بی‌معنی را به آخر رسان. اونال، چیزی بی‌معنی عینی حال در اینجا بودن تو هست. التماس از اینجا زودتر رو. یک دقیقه قبیدی رو دوستان تادها رو تقسیم کن. خانم سله یک بجنبونه. منم باز تو ها؟ خدای توبه. نمک لابایکا او کیست؟ اکا و همون پلیس نیست؟ تو چی میگویی ها؟ با خدا در آنجا چی کار میکنه تو ها؟ بیاقل دولتی جاویدان منم. خانم سله خبقاتم نداز رقص کنی؟ بیا رقص کن زونه کرد. سلن از قفای آن چار چشمه می رود. از پسش رفته سودا. وای شرکت لوین در اینجاست. او چی میکنه؟ برادر دیدم محافظه را کی گفت به فکرم. آروم شو، تو رفته برای دوام ده. این کار رو با من بگو. شرکت آخر تو کو یا توبه. یا برادر مورا هر مرکه پیش کردن که این مرکه شما هیچیه فهمیدی؟ این از این دستاتا رستوران تو معقول نشید بیزیم. یه بچه همیجه حاله مرا دیدن نمیخواهد. همه این میگذره سردان. اینها را یک جا پسی سر میکنیم. خواتیر نشوه. من ماشین را زبادید کنم.
خواز رو چیکار کردی؟ در اینجا رقص و بازی میکنی ها؟ از یک جا همین 50,000 یافتم. احتیاجی تسجیلی داشتم. این نیه؟ این رو بینا؟ از احتیاج تسجیلی؟ خیر نباشد من از تو این خیلی 50,000 کم بگیرم چی؟ نه اکا جان، شما منو خطا فهمیدید. با یک مسجد کمک کردن میخواستم. راستی گپ باور کنم. تو کی را درو کرده ایستاده احمق؟ ها؟ با مسجد کمک میکرده. حاضر من اینجا تو را با دروغیت گر میکنم به خدا. نه اکا جان، من دروغ نمیگویم. از سببی که با دومولوزیو در یک جا زندگی میکنم، خواه و نخواه از بسیار چیز به من تاثیر کرد. یعنی با من هر روز پند حکمت‌های نو می‌آموزد. خیر نباشد دیگر گپ. این دامولوزیا بسیار شخصی بزرگ است. مانندی تو به عقل را برادر آورد که با او حلال باد. خیر اکنون از اینجا گم شو. اکا جان با اشتهای تو بلاحت باشه. چی کار کردی ایستاده؟ قیسنگر تا خوردستم سردارم. بسیار بامزه است. یک دقیقه آزیر این اما بگیر باجه تبخر. وای چی است؟ این شیرینی شخصی که حالا هم شناس نشده. شیرینی داماد دامولوزیا. من این رو به کسی مانند کردم. با کی سردارم؟ دامولو برای همه خدمت‌هایتان تشکر زیاد. بابایم برای فاتحه بسیار خرسند شدن. خرسند کردن یک شخصی پیر بسیار کار خوب است. چون اویده دار میشویم باز بسیار در خرسند میشویم. آی دختر یک بار خرسندی مرا هم فکر کن خیر. البته با شما ساخته هم باشد اویده دار شده بابایتان رو خرسند کردن مرا هم خرسند میکنند. پس همین خیلی بابا این فرسود از کجا پیدا شد؟ تو هم مانند نکردی پسرم. با کی سردارم؟ پسرم وای هست کو وای او. چی سردارم؟ وای هست کو او. کلتکل نگو خاموش. حالی راست میگوید. عقلم رو خوردم لیکن این رو به من ده. با مزه بوده. معلوم که تنها ماندن خواستیده. شما بلاچه ها. این دستان یک عمر از یکدیگر هیچ جدا نشوند. به شما خوشبختی ها خواهانم فرزندانم. تا صاحب فرزند شدنت صحت شدنم را از تو پنهان میکنم زهرا جان. دامولا یک بار دیگه مبارک شما. خدا خوشبخت گرداند شما را. تشکر. هرچند برای در فاتحه یگان مشکلی نباید گفته پاسبانی کردیم اما خفه نشوید آقای ایرج. نسبت شما بسیار در خجالتم. دامولا استغفرالله. ایرج خیر مالش اکنون بخیر باشد. خیر مالش. این چی مقصد داشت؟ استاد دیروز با امید فاتحه‌تان یگان سوال نپرسیدم. به خدا دلم آرام نمیگیرد اگر نپرسم. بسیار خوب فکر کردی جرید. یک در فاتحه از من سوال میپرسیدی حال من چی میشد؟ تشکری زیاد. استاد گپتان تمام شده باشد پرسم. بپرس تو در جانم زدی. استاد با جای دیگر کس نماز خواندن جایز است مگر؟ این چه خیل سوال است هجری؟ مگر این خیل سوال میشود؟ مگر با جای دیگر کس نماز میخوانند این چه خیل میشود؟ تو این سوال را از کجا برآوردی؟ استاد هنگامی از محله گذشتن بعضی برادرها گفتن هجری با جای ما هم نماز بخوان، از همین سبب پرسیدم. در محله چه برادر داری من نفهمیدم.
مگر این خیلی میشود هجری به جای دیگر کس نماز خواندن آخر جایز نیست. آخر اگر یکان شخصی به ایمان با تو بیاد که هجری به جای من ایمان بیاد، ایمان میشود؟ نمیشود. نماز خواندن هم نمیشود. خوب نبود و با فکرم شد. فهمید یکنان؟ نوشتم استاد. نوشتی؟ نوشتم استاد، قید کردم. با خدا آفرین هجری مانندی پرینتر. خدا راضی باشد استاد. مایلش تا باز. مایلش استاد، سلامت باشید. های پسر، تو اینجا تنها چیکار میکنی ها؟ تو یکان کس نداری؟ این رو بین ها؟ نامت چیست؟ این چی گفت خودش؟ یعنی گفت نمیزنی؟ اگر گفت نزنی چی خیلی یک دیگر رو میتمیم ها؟ مایلش خوب گفت نزنه و اقلا از اینجا با هیچ کجا نرم. اگر پدر و مادر را در اینجا گذاشته باشن آمده تو رو یابند. چی پدر و مادرها هست که کودک رو پرتافته رفتن؟ وای با مغازه شیرینی ها برم. کنی بیا با من اقلم با مغازه شیرینی ها رفته در اونجا انتظار شویم. پدر و مادر را اگر بیان تو رو در اونجا میابن. نامت چیست؟ نمیگویی یعنی؟ بیا رفتیم. آخر این کودک رو به حالی مسجد پرتافته رفتن چیکار کردن؟ کنی بیا. سلام خانم سیوال. چی اینقدر شیرینی تو؟ ماشاءالله. دومولوزیو این کودکیست؟ با خدا نمیدونم. شما نمیشناسید؟ نه نمیشناسم. از کجا شناسم؟ نه آخر شما در این محله از من زیاد زندگی کرده. از این رو پرسیدم. من از مسجد آماده شده بودم. در کنار راه نشسته دیدم. این رو با خدا با فکرم پدر و مادر ندارد. پیشتر رو ندیده بودم دومولو. ماما چیست؟ چشم نرسد. بسیار کودکی آرام و خاموش بوده است. با خدا که بسیار آرام و خاموش است. هیچ گپ نمیزنه. خانه‌تان در کجاست؟ دائما میخیل است. بر دوام میخیل است. جواب نمیدهد. دومولو کی بودنش رو از کجا میفهمیم؟ من هم یک چای میگیرم. یگان چیزی خوردنی دارد؟ پولش رو این دومولو میدهد. خدا توبه تو گپزن شدی؟ پولش چیزی نه ما میسپاریم. مایلش چی میخوای کنیگوی؟ چیزی باشد نخورم. خیر مایلش. دومولو شما چی میگیرید؟ تنها یک چای. مایلش مرحمت عزیزکم. تو دومولو هستی؟ بله. مانند خرس خوب می رود. فوز فوز. سلام. سلام. چی قدر فوس میکنی ها؟ بیدار شو آخر. در اصابت تو چی شد؟ به این سر به بالایم برمده. تو خوب نکرده ای؟ خوبم نبرد. زورو باز چی شد؟ چی شد به تو؟ سیلین من فاتحه شدم. زورو عجایب استی آخر. فاتحه شده بودی فقط یک انگشترینی بس شد. یگون کس شنود فکر میکند که 50 بار انگشترین عوض کردم. این خیلی نیست عزیزم. تنها انگشترین عوض نشد. خیر چی بوده است؟ همه چیز رو اکنون به رسمیت در آوردیم سلین جون. زهرا به رسمیت در آوردن گفتم. آخر تو خود به دروغ خواستگار شده بودی، باز به دروغ فاتحه شدی. مشکل در همین است آخر عزیزم. در گذشته تنها یک دروغ بود، حالا اکنون همه چیز رسمی شده است. خیر میلش زهرا اوف کرده نیست. چی کار کنم سلین جون؟
چی کار کنم؟ آخر برای بازی بودنش وجدانم راحت نبود. چون انگشترین فاتحه رو انداختم باز دیدم تنگتر شدن رو آغاز کرد، مانندی که یک برزگو آمده در نظرم نشسته باشه. معلوم که نشسته است. معلوم که نشسته. تو مسخره از من گیر. روجان گوش کن، اگر یگون شانسی دیگر می داشتیم به این خیل کار دست نمی زدیم. خیر مالش روز میگوی. جانی من برای تو میگویم از فکر کردن در حقیقت بیمار میشوی. کمی این رو فکر نکن، راحت باش. ها؟ حالا میبینی همش خوب میشود. به خدا میشود؟ نمیشود؟ میشود؟ البته میشود. میشود؟ البته میشود. خوب نکن. مایش زورو خوب نمیکنم. اگر خوب کنی؟ خوب نمیکنم. حالا هم نامت را با ما نمیگویی؟ سعید جان بتوانید سوپر سعید جان گوید. نامش سعید جان بوده از دومولا. را سوپر هم داشته است. آخر مدام سوپر هستی چرا 2 ساعت شد گپ نمیزنی؟ خیر نام شما چیست خوشرویک؟ بسیار شیرین بوده است. نامی من سیوال. من سوپر قهرمانم، سوپر قهرمان. هیچ کس از دست من خلاص شده نمیتواند. من سوپر قهرمانم، سوپر قهرمان. پسرم مالش چیست تو؟ این چیست؟ چیزی باشد کنی بیده. چی است؟ چیست؟ بیده. چی است آخر؟ پسرم بیده. خدا تا با این صد. من سوپر قهرمانم، سوپر قهرمان. آمده ایستاده است، هیچ کس خلاص نمییابد. سوپر قهرمانم، من سوپر قهرمانم. خانم شما با این یگان گپ گویی شما رو گوش سوپر بکنید. قهرمان. سعید جان شیرینکم نشسته کمی یگان چیز بخور میلش. شما دولت؟ آخر کمی پیش پرسیدی جواب دادم. دامولا هستم. مایلش خانم با من اجازت. شکر که شما رو گوش میکند. اگر گوش نمیکرد مغازه رو چپاگردان میکرد. تو بگاه مادرش میاد. به هر حال او رو میابیم. اگر نیابیم کفتکوب کرده برای یافتن کوشش میکنیم. مایلش من باید روم. خاموش نشین سعید جان. مایلش خیر تا باز دید. با شما براری کردم. سوپر سعید جان. سیوال چشمان شما کبود است، رنگی از همه دوست داشته ترینی من. تو هم بسیار شیرین هستی. خیر کردی به من نقل کن. سلی لبای جانم یک چیز رو گویم. دیروز هنگامی دست دوملازیا رو داشتن حس کردم که دست زاغی سیاه رو داشته ایستاده. برای خانم زهرا صبحانه تیار است. تشکر پیشنهاد حاضر می آیم. حس کردم گفته چی رو در نظر داری؟ یعنی تاثیر کردن؟ چی دونم؟ مانندی ای زورو اولی جناب است. چی میخندی؟ مسئله جدی رو فهمانده ایستاده. تمام مایلش دیگر نمیخندم. تمام. اگر نخندی چیز دیگری رو فهمونم برای تو. تو حالا یعنی از دومولوزی متاثر شده یا؟ پر این خیلی نیست. تو هنگامی دست زیو رو داشتنم دستش ناشناس نبود با من. در دست زاغ سیاه هم این احساس رو کرده بودم. بسیار احساسی مانند است. زهرا تو به دومولوزیو عاشق شده ایستاده. به خدا بسیار خنده آور است. به خدا در اصل هم خوب می شود فاتحه رو گذراندید. بله بله.
چیکار داری کلاس؟ رنگ رو پریدگی نستره نیست اینجا؟ نپرس شوکت. در حوله مسجد یک کودک رو یافتم. پدر و مادرش پرتافته رفتن. برای میخواد؟ نه، کودک بسیار سیر حرکت بوده است. قرار نمیشنه. او رو در مغازه گذاشتم. آماده مادرش میآورد. گفتم اما بی آداب بوده است. با هم کودک در گردن تو نزنه؟ چه علاقه داره؟ آخه جوابگر تو هستی. در پیش مسجد یافتی او رو. دامولایم گفته کودک با اختیار من میافتد. این سفسطه نگویی. ایزی ماشا. چه داد میزنی؟ دامولای حقیقی آمد و آدم ها میشنون. احمد شما از من چی میخواهید؟ آخر مرا راحت گذارید. خواهش میکنم از من دور شوید. ما با شما کمک کردن میخواهیم. از شما یکان کس کمک پرسید؟ نپرسید. از پیش من نابود شوید. مرا راحت گذارید. دامولا این طور نگوید. از شما میرم میشه. این سالا در سرم چی میکوبد؟ و خیر است؟ شما مگر امام نیستی؟ این چه علاقه داره برادر؟ چرا در سرم بوده رو خوب قبول نکردی؟ تو مگر امام هستی؟ نه نیستم. آخر داملوها در کشه این خیلی نگردن. داملو من اینها رو برای شما آوردم. ماندن نشرد گفتم آخر با پیش پایتان میورم. اما باز گوش قبول نمیکنید داملو. آی برادر مگر من از تو سلام آوردن رو خواستم؟ داملو خیلی چیکار میکردم؟ مسجد رو میآوردم. توبه کردم خدایا. ای شما دیوانه هستید. مرا راحت گذارید. داملو ایستید. مسجد اون طرف. با ماشین مرده کشک زد. این چی بلا بود؟ بدا بینیم چی کنم؟ داملو تمازمینه اوهان خود بگوی برادر خفا نشوید. دویم بار است میآیم. بیمار بسیار بطاله بوده است. شوکت دعا کنیم که با این یگون چیز نشود. برادر دعا کردن با میکنیم و عاقبت این بخیر باشد. چی گفته ایستاده ای؟ برادر تقدیر الهی. بین یک آدم چند بار ماشین زد. هر دفعه که ماشین زد با ماشین مرده کشک زد. شاید به خدا این سوچه نیست کلاس. باور کن مرا تو کلاس این کرد با فکر میروه. با سفسطه باید عصبم رو ویران نکن. این آهن رو هم از پیشم دور کن. من خبرت کردم. همشیره وضعیت بیمار چخیل است؟ او را تشخیص کرده ایستاده‌ایم. شما نزدیکانش هستید؟ نه نزدیکانش نیستیم. با خیال رو دیده طاقت نکرده آمدیم. خونی بیمار بسیار رفته است. عاجلا خونی گروه یکی مصبی لازم است. گروه یک خونی من موافق است. من میسپارم. بیایید به درون دروید. مایلش. شوکت چیکار میکنی؟ این رو برده با یگانجا پرتاب. برای تبرین خانه. پرستیگرم مرحمت صوت میمون. تشکر. آخاله بی تو یگان چیز مزده ندارد. سردارم غمگین نشوید. ینگل شما رو میبخشد. حالا میبینید. انشالله. شنوندگان گرامی، برای شخص با نام عزمی بولود که امام مسجد است عاجلا خونه گروه یکی مصبی لازم است. این گروه خونی من است. بیمارخانه در مسافت بسیار نزدیک است. من رفته خون میسپارم سردارم. ایستا پسرم من تو رو میبرم. این رو گیر. رحمت سردارم. پس مرا بند. مرحمت. بعد از فاتحه هم مزه خوراک صبحانه دیگرمی شده است. آه شود بابا جان. تشکر زیاد. کمی سراسیمه شدیم اما فاتحه چطوری که خاصی عائله امان است برپا شد. با واسطه من. تشکر. سلامت باشید. بله ینگه جان، شما نمی بودید در این مدت کوتاه از عهده آن نمی برآمدید. آن اونل احمق با شاگردش نمی آمد باز هم خوبتر می شد، اما هیچ گپ نه. خیر با گذشته صلوات گفته گذاریم. بابا جان
دخترم من یگان سخنی خطا نگفتم آخه. حاله دخترم تو امروز با ادوکات وافری بکن میلش. این دفعه میلش گفتن نگذارو. این کارها را هر چی زودتر حل بکن. بعد صبحانه کی با من به دویدن می رود؟ این از کجا بر آمده تو؟ باز چخل دویدن تارو؟ چخل دویدن؟ او دویدن برای سلامتی فایده دارد. همین خیلی؟ عجبا. این دویدن رو برای چی میکنی؟ به خدا راست میگوید پدر جان. من میروم. یک جای مشق میکنم. میلش دختری زیبایم. میلش جان تو با ورزش کردن احتیاجی نداری. قامت خوب داری. عزیزم تشکری زیاد. بسیار فکری خوب. اما معلوم که 2 کیلو باید خراب شوم. به نزدیکی توی داریم. در توی باز زیباتر نمودار شدنم لازم است. این رو بین. چه خیلی عصبش ویرون شد. حالا هم به زور و شکست. انشالله ساخته بودنی دامولوزی اشکار نشده به زهرا اویلدو شده می رود. اینجا کی خون میگیرم؟ لطفاً یک ثانیه. کمی در اینجا خوب کنید بعد این را نوشیده روید. سلام علیکم. من از طریق رادیو شنیدگی برای دامولو عظیمی بلود خون در کار شده است. من آمدم. دستانتان را کشوید. خانم درد نکنه یا نه؟ خندیدی به فکرم درد نمیکنه؟ تیز میگی که سر و سیمه شما خیش عظمی بلود هستید؟ نه من اعلان رو از رادیو شنیدم و در خونسپاری اومدم. آفرین. در حقیقت تبریک میکنم. بسیار آدم خوب فکر بوده اید. استغفرالله. شما خیش تبارش میشوید؟ نه. پس شما هم اعلان رو از رادیو شنیده اومدید؟ نه من حس کردم. حس کرده اومدم. شما با احساسهایتان باوری دارید؟ یعنی چه؟ من باوری دارم. شاید در یادت هست وقتی که در محله همسایه‌تان گرسنه بود راحت خوابتان نمی بود. اگر در خانه یگان کس دیگ می جوشید همه آن رو یک جایه می خوردن. آن روزها گذشتن. حالتان خوب است؟ خوبه. همش از روی آن فیلم های امریکایی. فیلم های امریکایی میگویی؟ آخر در فیلم آن شخصیت ها یک تا فرزندی آدم نیست آخر. چون پول رو میگیرن خودش رو به لاس وگاس به کیف صفا میروند. فیلم های ما مگر این خیل بود؟ در آرزوی پدر در محله یگان کس به مشکلی دچار شود همه با کمکش میروند. سوداگران محله کسی نباشد با خدا با دستگیری می آمدند. راست میگوید چقدر فیلم های تربیوی خوب بودند. البته این امریکایی ها همه خیلی می باشند. در بین کوچه از زنان را لط کوب می کنند. دیگران باشند برای نجات دادن یک سوپر قهرمان را انتظار می شوند. به خدا راست گفتی. موضوع نمو که در بارش فیلم نافریده باشد. قسم میخورم بعد از این باشد نقاب را پوشیده من سوپر قهرمان هستم گفته به کارهای ما بر این ملت دخالت بکنم. یا توبه. فیلم بیتمن رو در نظر داری؟ نه بیتمن رو نمیگویم زاغیسیا رو میگویم. این کی باشه؟ قهرمان خود ماله. به خدا هیچ نشونیده بودم. ای برادر همین خیلی رفتم میگیرن زاغیسیا هم در جهان مشهور میشه. ما که ملسه در این باره ها میدونیم. شما پلیسید؟ پیش وقت محافظ بودم اما الکی پلیس شدم. برادر سوزاستی خونو تمام نشوه با. خوب این لیوین باشه. برادر من شما رو بسیار دوست داشتم. فکر و عقیده هر دیمان به یکدیگر مانند بودم. اگر خواهید بعدی بر اومدن یک پله چای می‌نوشید. مایلش باز به این طرف گذشته با من سلام نکنه. جای گریز هم نیست. برادر نوی من لیوین. همش دیشب بسیار خوب گذاشتن. تا دیروز در حیات زهرا یگان کس نبود. تو از کجا میدونی سمی؟ مدت دراز بود که زهرا رو ندیده بودی؟ آخر زهرا رو نغز میشناسم. او با آسانی هیچ کس رو به حیاتش راه نمیدهد. آخر دیشب خودت گفتی؟ دیشب گفتم درباره دامولوزیا بود.
охир бо ин кас кай шинос шуд, кай ба оиладор шудан қарор додан намефаҳмам. ай ошиқ шуданд ба оиладоршавиашон қарор доданд, ягон ҷои нофаҳмияш нестами? Майлашу Зуҳро Домулозиёро дар куҷо дида ошиқ шуд? Дар масҷид дид, ҳа? Домулозиё ба ин хона кай омад? Чӣ донам кай таклифи оиладор шуданро кард? ҳикояи инҳоро як аз аввал ба ман мегуфтӣ? ба ту чӣ замӣ? ту чӣ ин қадар оиди онҳо пурсупос мекунӣ? Чӣ донам? Як мехостам фаҳмам. ту ҳамин қадар ба онҳо часпида мондӣ? охир дар ин Домулозиё баъзе чизҳое ҳаст ки ман то ҳол нафаҳмидаам. Масалан? охир ба домуло монанд чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? охир дар фотиҳа рафзи кардаашонро фикр кун, боулинг бозӣ карданаш, дар бораи муд донистанаш. охир дар ин шахс ҳама чиз дида мешавад. ба ту ҳам аҷиб нест магар? сохта будани Домулозиёро намедонад, танҳо рафторҳояшро зӯри чашм кардааст. чӣ фикр дорӣ? вай гапҳои гуфтаатро фикр доштам. магар ҳақ нестам? яъне ту ҳозир Домулозиёро намешиносӣ, аз сабаби нашинохтанат ин хел фикр мекунӣ. Домулозиё бисёр шахси дурандеш аст. пас маълум ки зиё ба ту ҳам таъсирашро расондааст. ман фикр мекардам ки ӯ ба ту маъқул нест. ин ба маъқул будану набудан ягон алоқае надорад сами. ин ҳақиқат аст. не ин қадар осон нест. дар ин шахс баъзе чизҳое ҳаст ки ман ҳоло ҳам нафаҳмидам. ҳоло ин сами ҳақиқатро то нафаҳмад, ин масъаларо яктараф намегузорад. чун ҳақиқатро бифаҳмад, барои ҷудо шудани Зуҳра ва Домулозиё кори аз дасташ намеомада равон мекунад. оҳ Селен, Селен, аз қафои он чорчашма меравад. аз пасаш меравад ака. ба ман гӯед, чаро хонум Селен аз қафои Левенти чорчашма медавад? ягон кас инро ба ман фаҳмонад охир. ака барои полис будана шуда метавонад. охир онҳо шахсони бовариноки давлат ҳастанд, ана пул доранд, маоши хуб мегиранд. огоҳ мекунам занон ба ин чизҳо бисёр аҳамият медиҳанд. ана михел ака. намук лабай, ту чӣ истеъмол мекунӣ ки ин хел гап мезанӣ? ой дар сари холии ту чӣ ҳаст? кулух? ту одам нестӣ, ту тайлоқӣ. ман аз болои сари Селен зару зевар мерезам, ғарқи тилло мекунам, фаҳмидӣ тайлоқ? ака ин беақл розана. ту бозаданат маро безор кардӣ, ҳайвони бешох. занам ту киро мезанӣ? киро мезанӣ? ту агар зурбе будӣ вай калта келасро мезадӣ. ҳоло он ҳайвон дар куҷост? намук дар куҷост? агар вай хазанда ба ман зарар намерасон, магар Селен ба дигар кас назар мекард? ҳой бача, ту дар вақти кӯдакият аз болои хар афтидӣ, ин хел гап мезанӣ? киро мезанӣ? намук лабай ака. хоҳари калта келосро бояд меёфтед. чӣ шуд? ҷустуҷӯ дорем ака. ҷустуҷӯ доред? ой тайло, аз ӯдаи як корам намебароед. аммо охир аз амният хабар наомад. ман чӣ кор кунам ака? интизорам. аз амният хабар наомад ака? бало занад шуморо. ман як рафта он комиссар Уналро зиёрат кунам. дигар чора надорам. яке ягон маълумот мегирам. бародар ман беҳад гуруста мондам. добриё равӣ ташкили срупай барои ҳама ҷод намехезӣ. ман мегум гуруста мондам, биё барем ягон чӣ бихӯрем. ту чӣ гуфтеста? даматро гир. бародар чинҷи аст, ором шав. мегӯӣ комиссар Унала дида бошидан гурух танда шидаита. чӣ гапай? чинҷиай алаша ором шав. калтакелас ту девонаи чӣ ба мара даст мебардорӣ? калтакелас мегӯӣ? чорчашмаи абаша барвақтар нимо қимон хомӯш намеистӣ. ҳоло машина зуд бошед. калтакелас исте? калтакелас аз қонун гирифта наметавонед номар. хоҳиш мекунам ором шавед. хонум бояд ман калтакеласро дастгир намоям, набошад сардора маро сажданиш мекунад. бакани чизакотай даст. ором шавед, каме баъд тамом мешавад. хун намеспорам. раг аз ман, хун аз ман. хуни хунман нафарам намеспорам. чанд литрига мегирӣ? камаш монд. бигӣ тезе гаран кардӣ. хай берез як соки добри бинӯшем, беқувват шидем. ҳале мисли рӯз шуд духтарам.
به نزد ادوکات نمیروی؟ به فکرم امروز رفته نمیتوانم بابا جان. چی شد؟ خودم رو خیلی بد حس کرده ایستادم. سرم کمی چرب زده ایستاده است. نباشد یک جای به نزد دکتر میرویم، از آنجا تو به نزد ادوکات میروی. آنقدر مهم نیست. باز دکتر شما را تشویش دادن نمیخوام. من پگاه حل میکنم. حالی امروز پگاه گفته این کارو کشال میدی؟ بابا جان وقتی که توی خیلی براحت هستی اون حل بسیار شیرک میشود. تو و مرا غمگین میکند. تا این دم غمگین شدن از بسنده نبود. حالی جان غمگین نشو. بابایت را نمیدونی؟ سالهای زیاد شد که همین خیلی گفته میایستند. من برآمده ایستادم. خدا حافظ. بخیر است فروخ. چی این خیلی به مانند کودک ها پوشیده؟ با کجا؟ اما بعضا حرکت هایی کنه که او رشک کنه. فروخ لبه تولین؟ با کجا میگویم؟ با کجا؟ نمیدونم. یکو نقشه ندارم. همین خیل کجای راست آید همونجا رفتن میگیرم. تو با این گپا چی گفتن میخواهی فروخ؟ با کجای راست آید به همونجا میروم. تولین قدمی رفتم را با تو حسابات دیم. با کجای خواهم به همونجا رفتن میگیرم. گفتم تو مرا دیوانه کردی. دیدت ها؟ حالت پدرت رو دیدی ها میلیس؟ چقدر تغییر یافته است. نه مرا انیق فریب میکند. آخر با پرهیز گذشت، ورزش، لباس، یگان مرد برای خودش اینها رو نمیکند. انیق مرا فریب میکند. انیق مادر سبزته نگوید؟ ینگه شما کمی واهمه میکنید. اما کم تنها استیلش رو دیگر کرده است. نباشد همان امکم است. من واهمه میکنم ها؟ چه واهمه؟ نه حالی جان این خیل رفتن گیرد یک جایه پرونده جدا شدی میکشیم. انا میبینی خدای توبه. پدر جان. دخترم؟ ای پدر جان آخر شما بسیار تغییر یافتید. در این روزها طرز و نمودتان دیگر شده است. با من راستش را گویید. با یگان کس نزدیک شده ایستادید؟ نه عزیزم چیزی نیست. چیزی تغییر نیافته است. تنها لباس بنده را میپوشم. پدر جان لطفا. بین میگویم اما در بین خودمون میموند. مایلش بسیار حیران میشوی لیکن تخمین کرده نمیتوانی. مصلحتگری من داملوزیا است. تو هیچ حیران نشد دخترم؟ یعنی داملوزیا بسیار حیران شدم پدر جان. با من در حقیقت سورپریز شد. از داملوزیا انا همین رو انتظار میشویم. با جای دامولوگی کردن نصیحت میدهد. کارش رو کرده به هیچ کس اقلا معلوم نمیکند. سوپر قهرمان هیچ کس از دست من خلاصی نمی‌یابد. انا این سبا کودکی کیستی؟ مرا گوش کن. اپای سیوال رو غم نتکی. سیوال جان کودک تو را ناراحت میکند؟ چه خیلی ناراحت؟ تو چی میگویی؟ کاری تو چی؟ در اصل تو ناراحت میکنی. از برای خدا یک بار یک گپ شیرین رو شنوم برویم زده تمام حسیاتم را پایان میکنی. مرا گوش کن. اگر پدراغم دی گوشهایت را میبرم. من سوپر قهرمانم. از سوپر قهرمان هیچ کس اجازه نمی‌دهد. سوال جان آخر پدر و مادر این کودکی باشده. هر چیز زودتر آنها رو یافتن ما لازم. اپا جان هیچ چیز را نمیفهمانم. نمیدانم کجا شد. با کجا رفته باشد. سعید جان برادر این بدبختی داملو عظیم هم با ما تاثیر کرده؟ چه بدبختی شوکت خطای تو بود. با چشمانم اشاره کردم نفهمیدی. اما شما کجا میدونم که لبین در همون جای اخی ترم شما نفهموندی. چیش گفتی پش گفتی عیبی ما چی؟ اما حقیقت بود.
فهمالش مرا گوش کن. من اکنون با بیمارخانه رفتن نمیتوانم. از همین سبب ایمان رو تو نگاه میکنی. درباره پول داری؟ دوستم دارم برادر. در هر جا نبرار آخر این چی گفت؟ از کجا دارم من؟ با من پول در کار نیست. تو این رو برای ایمان صرف کنی. اگر یکان کم بودی باشد حل کن. مایلش برادر. من از تو قرض دارم. تمام. چی؟ من از تو قرضدار گفتم. تو چی میگوی برادر؟ برادری برای همه قدر روز است. تو دیگری خیل نکن. ایمان رو خوب نگاه کن. مایلش؟ تمام. تو راحت باش. ایمان با عهده من. خیر تا بازی. مایلش تا بازی. آی نااهده برا شخص شبهناک به پیش چشمم میاد اما تو او را از دست میدی ها؟ آخر سردارم دل مرا میرنجانیده. دعا کن که نرنجانم. از اینجا دف شو از نظرم دور شو. رو تو حالا هم در اینجایی. دف شو. این چی گپ است کمیسر؟ حالا با درون ندار آمده داد و وای میکنید تینجی هست؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ خوش باشید کمیسر. سفسطه نگوی. چی کار داری؟ این کارتکیلس یک خواهر داشته است. خواهر داشته است؟ بله. ما بویگیرهای خیلی خوب داریم. خواهش میکنم کی بودنش را به من گویید. معلومات هاییز و خواهرم با دست قانون دیوانه افتاد. حیات او در خطر میشه. برادر ما درباره خواهر کلتکلس یگان معلومات نداریم. نداره؟ نه. اگر می داشتیم هم نمی گفتیم. معلوم است که از من چیزی را پنهان کرده ایستادید کمیسر. هر دوی ما با کلتکلس قصد داریم. ما باید همکاری کنیم. بیا. سلام. مرا در خاطر دارید نمیدونم. اون درباره اکم یگون معلومات پیدا کردید. بسیار خواطر شدم. خفه نشاید. این خیلی ناراحت کردم. اکاتون؟ بله. اکاتون وفات کرد. چی خیلی؟ متاسفانه اکاتون وفات کرد. چی؟ کمیسر ما با شما گپ زده بودیم. اکات زنده است گفته بودید. چخیل وفات. کمیسر شما دروغ گفته ایستاده ایدم؟ آخه وقتی که ما هم شنیدیم در حیرت افتادیم. خانم بطور دردتون رو میفهمم اما در این در همدردی میکنم ولی حقیقت همین است. این هم بینید سراغه مزاری که او را گور کردم. چخیر شد؟ از دستمون دیگر هیچ چیز نمی آید. تقدیر من بوده است. آسان با تو کمیسر. آفرین با تو. این چی خیل رفتار است کمیسر. آدم باید با اندیشه گپ زند. عیب است آخر. عیب. خدا رحمتش کند خواهر جان. این گوش چخیل شدن. چخیل با من گوید. ماشین زیر کرده است. چه؟ صدمه نقلیاتی. باور نمی کنم. این خیل شدنش ناممکن است. خدا گناهش را ببخشد خواهر جان. غمگین نشوید خواهر جان. با شما صبر جمیل. خانم خوب هستی؟ کجونی من چخیر شده است آخیر. چخیر خانم بتون اگر خواهید یکم کارگرمون شما را تو خانهتان گسل کنید. لازم نیست.
اینجا چرا انتظاری؟ کار دیگر نداری؟ چرا بینیت را به کار دیگران میخلانی؟ من او را دلبرداری کردم. دلبرداری؟ گوش کن کنان، با تو گفتن که کمکت نمیکنم. من خواهر آن کلت کلاس را میابم، تو کمک کنی هم نکنی هم. خدا رحمتش کنه. مرد؟ حال مرد؟ بله. امک جان. راستیگر من فهمیده بودم که آخران روزاش مونده بود امام. شکر خدا مرد. خدا رحمتش کنه. شکر که برادر، شکر که. این کیست؟ عزم بلود. عزم بلود امکی من است، اما این آدم امکی من نیست. نمیدونم برادر، من فکرم نامشان نامند است. امک در آخر از جراحی کردم دست کشید. خوبم من برادر، من به عملیات احتیاج ندارم. مرا گذارید. مرا جماعت انتظار است. برادر جماعت انتظار است. مرا آخر بهتون چی شد اپا؟ بهتون چی شد دخترم؟ بهتون آب بیار. چی شد دختر زیبایم؟ کنی بگو چی شد کنی بگو عزیزم. بهتون مرا غمگین نکن، بگو. آب نوشید اپا. کنی بگوش عزیزم. شیرینک چی شد دختری زیبایم؟ اکا با اکا چی شد؟ اکا وفات کرده است. اکا وفات کرده است. اپا با کجا میروی اپا؟ عزیزم دخترم. فرمایید. استاد با سرم یک چیز اومد. یک دقیقه. اپا جون آرام شوید. بهتون برداشتن نمیتوانم، دامونم التماس کمک کنید. با خانم بهتون چی شده است؟ بیا دخترم، بیا عزیزم. خوب هستی دخترم؟ چی شده است؟ اکاش وفات کرده است. اکاش وفات کرده است. گویا از نو زنده شدم، گویا حیات را از نو آغاز میکنم. بابا زهرا، خدا جانم به دست افتادم. زهرا باید صحت شدنم را نفهمد. بابا جان، با شما چی شد؟ خوب هستید بابا جان؟ خوبم دخترم، خوبم، نترس. یگان جای ترسش نیست. هوا خوب بود، کمی مشق بدن کنم گفتم. ناراحتیم،
اجازت نداد. خورسندی فاتحه را کمتر واهمه کردم به فکرم. بابا جانی من چه شما مرا ترسان دیدین رو نمیدونید. یکون جوی ترسش نیست، یکون جوی ترسش نیست. اگر خواهی به خونه رو من کمتر گردم می آیم. نه بابا به هیچ کجا نمی روم، یک جا به خونه می رویم. خیر میلش کنی دستم رو دار آهسته. خوب هستید بابا؟ خوبم آهسته. اوه بابا جانه که من چی شو؟ خوبم آرام شو دخترم. اپای بتول اینو به شما کی گفت؟ پلیس گفت. این حادثه چقدر رخ داده است دخترم؟ ماشین زده است. من حکم رو ندیدم، حکم از من جدا شد، وفات کرده است. خواهرم برای من غمگین شد، من باشم خاموش رو تماشا کرده ایستادم، هیچ چیز گفتن نتوانستم. از دست دیگر چی میآید برادر؟ باید بیاید، از دست من یگان چیز باید آید. وقتی که برای من غمگین شده ایستاده است گویا من هیچ چیز نکرده ایستادم. خیر چیکار کنیم؟ یگان راهش رو میدونی؟ این خیل نمی شود، همش رو رفته میگویم. برادر این رو پیشتر با تو گپ زده بودم، اگر کنعان دیوانه شنود آن وقت چیکار میکنی؟ کنی گپ زن؟ نمیدونم شکر، یگان چاره‌اش رو میابم آخر. من کمتر تنها ماندن میخواهم، خفه نشم. برادر هیچ چیز نیست، من خوب هستم. امام چی خیل است؟ سرم این خیل نگاه نکن، سوال عادی پرسیدم. امام چی خیل است؟ جواب ده. خوبه، سوزه، تنجه، نغزه، 100%. خیر نباشد، سلامت باشی. در این حالات گفته نمیتوانستم خیر. مرحمت دومولو. شب بخیر. شب شما هم بخیر. با مغازه‌تان رفته بودم، پوشیده بود. خانم بتول رو امروز در اون حالت دیدم، خاطر شدم. خوب است؟ چه خیل شب دخترک، ساعت ها شد گریه دارد آخر. ای دومولو، بخشش زیاد از غم و اندوه به درون دعوت کردن رو فراموش کردم. مرحمت کنید. مرحمت کنید دومولو. سلام علیکم. سلام خانم بتول. سلام. یعنی باور کنه در این حالت ها چی میبیندم ما یعنی از خبری درباره اکاتون گرفته پر را از درستیش باوری حاصل نکرده خودتون رو اینقدر غمگین نکنید. نفهمیدم. یعنی شاید یکون خطاگی شده است. این خیلی چیز می شود، به هر خبر باور کردن لازم نیست. باور کنید، برای تسلی دادن نمیگویم، اما یعنی وفات کردن اکاتون از کجا معلوم است؟ جسد اکاتون رو با چشمان خودتون دیدید؟ نه ندیدم، اما من خبر رو از پلیس گرفتم. چقدر خطا بودم میتواند که پلیس هم گاها خطا کردنش ممکن. چه خیل؟ همه خیل. چرا نشود؟ در حیات این خیلی چیزها می شود. گوش کنید خانم بتول، میگویند که بعضا دیلم میگوید گفتم دل من وفات کردن اکاتون رو نمیگوید. التماس دل شما هم نگوید. گوش کنید خانم بتول،
با فکر من اکاتون در حیات است، میبینید و میگوید که بیهوده غمگین شدم. اوه اکا، کاش که یک بار میدیدمش. یک بار. سعید جان، تو اینجا چی کار میکنی ها؟ نازش را بین. پسرم چی میکوبی؟ اینجا خنک. مرا گوش کن، تو حالا با مغازه رو بیخواستگیت رو بخور، اپای در اونجا بوده رو بگوی که پول اینها رو دامولا میده. من حل میکنم. مایلش نه. یا خدا توبه، این چه خیلی کودک است. مایلش میگوی، مایلش نمیگوید. یه خیر دیگر چی کار کنم؟ سلین، چه خیر می نمایم؟ خوب هستم؟ اولی جانو بستی عزیزم، اولی جانو. خیر این آدم کجا شده؟ من از کجا دانم؟ نامش عاطف بود، آتش بود، چی بود؟ بله عاطف. زورا جان گوش کن، این کار برای ما بسیار مهم است. میدونم سلین جان، برای من هم این مهم است. تو این دم بار وزن شرکت را بابایم میبرداشتند. اکنون میخواهم که مسئولیت را بیشتر خودم به دوش داشته باشم. زورا اگر این کار برار گیرد برای ما شاهانه میشود. مایلش سلین جان، مرا بابایی من انداز. دخترها، ماشین آقای عاطف آمد. کمی بعد در اینجا میشود. زیاد در هیجان بوده شد. آرام شد. تمام آرام شد. انشالله کارما برار میگیرد. انشالله. البته برار میگیرد. مرحمت سلین. خوش آمدید. خوش باشه. سلام آقای عاطف، خوش آمدید. سلام. آقای عاطف، ما بسیار شرکت جوان هستیم و همه من چون این کار آغاز کردیم با هیجان فعالیت کرده ایستادیم. حجت‌هایتان را تحلیل کردم. بسیار شرکت جوان با موفق بودید. تشکر زیاد. تشکر. میخواهم لایحه را شما گیرید. از کاتبه پرسیدم. شرکت عائلوی بوده است و باوری دارم که موفقیت کاری از عائله خوب بودنتان درک میدهد. چه گفتنم را فهمیده به فکرم. زهرا فتیحه شده است. شوهر شوندهش بیاید می شود؟ شوهر شوندهش؟ بله. بله. معلوم که به نزدیک عائله برپا میکنه. این قصد که کارهای خوب را به دست میاره. الله اکبر. الله اکبر. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. یه کودک، تو دیوانه مگر؟ چیکار میکنی؟ زود اینجا بیا. با تو بگویم. آقای رئیس. یه کودک، یه پدر لعنت، اینجا بیا. بسش بسرم. اینجا بیا. با تو بگویم. شدت من.
بابا چه چه میگه کودک آخه کودک باشد کودکش رو دونه دکه خلیل و درونش گویا شیطان در اومده است ندیدی در نماز چی کار اینجا بیا آقای چخیل گفت زده ایستاده و کودک درونش شیطان در اومده است میگویی حالا کودک است آخه اما دومولا چه ها کرد من به این سن سال آمده می خیلی کودک رو ندیدم با بالای بر آمده میانم دردمند بود حالا باشد بسیارتر دردمند شد گوش کنید آقای ایرج من از این دفتر یکی کویت خوندم پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم وقتی نماز خواندن حضرت حسن و پشتش میبراید کودک نافتد کودک رو داشته راست شدن بعد از اون بر رکوع رفته به شکلی که کودک نافتد گفته به زمین گذاشته است نمیدونم دیگر یگان گفتن لازم است این حالا کودک است این خیلی نکنید بله دومولا بله من خیلی رو گفتم زورو جان چی رو فکر کرده ایستاده ای؟ چی رو فکر کنم سلین؟ خوراک رو فکر دارم یگون چیز گرفتن لازم دکترها بیکارت باش ماشینم بیا بشین خوش دخترها بواخوری تیار هستید؟ تیاریم سمی جان عالی جناب چه خیلی که شنیدم مشتری به عائله بسیار اهمیت میداده است بله ما هم از این سبب دومولوزیو رو به خروج دعوت کردیم دومولوزیو رو دعوت کردید؟ زهرا همراه دومولوزیو با این آدمون واخوری میکنی؟ بله با دومولوزیو میکنم دومولوزیو چی کم بودی داره؟ آخر خودت گفتی که چی میشه و دومولوزیو رو با واخوری دعوت میکنی؟ آن آدم ها شخصانی که در اروپا کار و فعالیت کردن میفهمی مگر این خیلی میشود؟ بله میشود سمی جان این آدمان اگر امام مسجد بودن دومولوزیو رو فهمند در حیاتشان با تو همکاری نمیکنند همکاری نکنند؟ آخر دنیا نیست کو؟ زورو جان یعنی آخر دنیا نیست اما آخر فعالیت کاری گفته میتوانم آخر این خیلی مشتری دیگر نمی آید لطفا سرسطه نگوی سری علاوه بر این زیاد شخصی است که در کجا چی خیر رفتار کردنش رو میدوند جماعت از بین شما یکون کسی این کودک رو میشناسند محیلش رو میدونید جای زیستش رو سراغش رو نه نمیدونم دومولا یکون بار میبینم او رو نمیشناسم با شعبه پلیس خبر دیم اومده کودک رو گیرن دومولا ایرج خیلی گپ میزنی آخر سرم ایست ابا چه ایرج شعبه پلیس گفته کودک گوری آخر دومولا اگر هیچ گپ نگوییم دیگر از اینجا نمیرود آخر چی میشود کودک خورد است نرود یکون ضرر دارد بیاید آخر عائله کودک رو یافته خودت جمع شود ای بچه ترسوندیش کارمون اصل و برار نمیگیرد یعنی اگر فوتش شده تو رو آنها فهمند که امام مسجد است کارمون خوب رفته ایستاده است تو نهایی هم میشود فهمیدی؟ اگر برای شرکت واخوری مهم نمی بود من نمی اومدم خیر میلش سمی همه یک جای رفته ایستاده ای بیایید همین دومولوزیو رو جک نزنیم نمک بعد از لیونت چهارشنبه باز این سمی احمق با سیرین چسبیده ایستاده است نه آنها یک جا کار میکنند با فکر من از این سبب با همدیگر بحث کرده ایستادند آنها بحث ندارند صحبت کرده ایستادند درست گپ زن گپ زدن رو یاد گیر فهمیدی تو مرا اصلاح نکن گفتم گوش کنید حیوان ها حاضر هر دویتون را جزا میدهم آن را تشویق کار میگویند فهمیدم اکرم خیر میلش نمک با من نگاه کن کمی رفته یک گوش کن که آنها چی میگویند فهمیده بیا اگر آن احمق با سیرین چسبیده ایستاده باشد شرکتی آنها را میسوزانم رو درباره آمدن زیاد دیگر یگان سخن شنیده نمیخوام سمی از دو سر برای نقاب زاغ سیاه را پوشیدنت هنوز نبخشیدم تو رو زاغ سیاه؟ چی احمق زاغ سیاه بوده میتواند؟ این را بینه سمی زاغ سیاه وای بیشرفی سمی وای معلوم که زاغ سیاه توی های نمک اگر این احمق زاغ سیاه باشد پس کلتکیل از با زاغ سیاه یک آدم نیستم ها؟
همه بینید می رود. از پایش شوید. این را گم نکنید. زود. از من چی میخوادم؟ پولش رو دادم. از پیشش در آمده او رو من کن. من کن زاغیسیا. من کن. ای زاغیسیا من کن. یک طرف دیر باشی ندارا. کی اکا؟ نمیفهمی من با تو بگم من کن. اکا من زخ موق نیستم آخه. ای حیوان تو در اینجا رای گریز نداری. من تو را محو میکنم. یک طرف ایستا. با خدا این دیوانه اگر من رو دستگیر کنم میکشد. زبان این را تنها دامولوزیا میفهمم. دامولوزیا با کجا میرده؟ با کجا میگرزی؟ ایستا. این با کجا رفته ایستاده است؟ با کجا میرود؟ اون را دستگیر کنه. یا ما کجا میرود؟ با مسجد میرود اکا. چی میگویا؟ با خدا. ای نمک این کو بسیار با عقل است. چرا میدونی؟ با کجا رفتنش رو فهمید. راست با تابوت. کنی رفته؟ ازا بسیار در کجایی؟ اکا در درون نماز خوانده ایستاده است. نماز میخواند؟ بیرونش براریم اکا. تو چی میگویی تایلاق؟ مگر از مسجد آدم را بیرون میکنند؟ عقلت را خوردی مگر؟ اکا گوش کن. در حقیقت نماز نمیخواند. از ترسش میخواند. و آدمی با ایمان و با توفیق مانند نیست. دروغ کرده ایستاده است. او را بیرون براریم اکا. پسرم دروغ هم باشد از مسجد آدم را بیرون کردن ممکن نیست. دامولوزیا را انتظار میشیم. از او میپرسیم. بعد از گفته او حرکت میکنیم. دیگر خیل نمیشود. چرا این قدر زیاد میخواند؟ کی تمام میکند؟ اکا او فهمید که ما او را میکشیم. تمام نمازهای قضاییش را خوانده ایستاده است. بشک گوش کن نمک. از پشت ما با آن دنیا بیگناه نروند. انی کمی خیل میشود. این چی خیل نمازی تمام نشوند است؟ زاغیسیا زود برا. برا زودتره. آخر کمتر پس با خدایت میرسی. برا. آرس من از گرسنگی مردم. پسرم رفته از آن مغازه شیرینی ها یگان چیز بیار. زودتر مایل شکر. اکا من با تو گفتم نماز این احمق نماز نیست. این احمق ما را فریب میدهد. این خیلی زیاد شده میسته ما. نمک گوش کن مرا عصبی نکن. من با تو چی گفتم؟ این موضوع تمام میشه و دامولوزیا را انتظار میشیم. از روی فتوای داده دامولوزیا حرکت میکنیم. بیشتر گپ نزن. من هم خورده ایستادم. این کنعان در اینجا چی میکنه؟ آقای کنعان؟ بابای دامولا یک سوال دارم. دامولا از مسجد آدم رو بیرون کردن جایز است؟ یا توبه. آقای کنعان چه سوال است؟ ما کوشش داریم که با مسجد آدم بیاید. شما باشید آدم بیرون کردن جایز است میگوید. آخر دامولا زاغیسیا با مسجد در آمد. کی؟ این سمی احمق است. زاغیسیا او بود است. در مسجد با طوری دروغ نماز میخواند. یا خدا. آقای کنعان حضرت مولانا بزرگ چی گفتند؟ کسی باشی نباشی بیا گفتند. آخر با شما چی؟ از دروغ بودن نبودن نماز این آدمی به مسجد آمده رو بیرون کردن ممکن نیست. میفهمی؟ گناه است. بابای داملا شما راست میگوید. با حضرت مولانا بسیار حرمت داریم و یعنی این دفعه از گفته او برایم. آخر هوا را بینید با ما هم وزنین است. خونو خوردیم آخر داملا. با خدا آقای قنان چخیلی که خواهد از مسجد آدم رو برآوردن ممکن نیست. لطفا نکنید این کار رو. خیر بابای داملا از حولی بیرون کنیم چی؟ آقای قنان از حولی هم نمیشود. مایلش حضرت. بابای داملا آخرین سوالم را پرسم. این با مسجد 50,000 کمک کرد؟ نه کمک نکرد.
حیاتی این دروغ است. های خیر مایلش حضرت، خیر در پناه خدا از شما راضی باشد. خیر سلامت باشد حضرت. نبین وای مرغ برآمد، اون رو داشته بیار. روزتون خوش باد. آفرین با تو، آفرین محترم. ای سمی احمق رفته زاغ سیاه منم گویی عاقبتت همه خیل بشه. دامالا خدا انشاءالله قبول میکند. انشاءالله. روزتون بخیر دامالا. روز شما هم بخیر. خدا گناهایش رو میبخشد انشاءالله. بیستاز شوید منجو یکم گپ نزن، پارایم میکنم. پیش دارم. بیا دامالا زیاد. بیا اینجا دارم. در را گفتم. اکا جونی من چیه؟ خوش آمدید. خوش باشد، منم از پس دامالوزیا نماز خواندم. داماد را گیر. برادر خوش آمدی؟ خوش باشی. با کجا این خیر؟ کمتر هوای تازه گیرم در خونه زنو کن گیرم. خوب. تو چیکار کردی؟ قرار را درو دادی؟ و به طول میگویی؟ با خدا نمیدونم شوکت، از عهده این کار برآمدن نتوانستم. خواهرم باید با یگان راه زنده بودنی اکش رو داندم و چخیر. برادر راست میگویی و چخیر؟ میبینیم. خیر با یگان راه حل میکنیم. خیر تو رو. مالش برادر یگان چی در کار نیست؟ نه خیر مالش یگان چی در کار شد زنگ زن. تا بازدید اینش رو بوشه. اینش سیبو طرف نظر بویش. آی من در برای خوراک شام برای زیا گفتن فراموش کردم. اوف زهرا اوف. خانم ملیس گوش میکنم. داملوزیا با شما درباره یک چیزی مهم گپ زدن میخواهم. درباره چی صحبت کردن میخواهی؟ به کجا دخترم؟ بابا جان به زیا یک چیز را گفتنی میروم. رو باشه ورشوندت باش. جوانها مرحمت خانم ملیس شما را گوش میکنم. داملوزیا احتیاط کردنتون لازم است. آشکارا کرده ایستاده اید. حقیقت دیر یا زود آشکار می شود. لطفاً دقت دهید. آشکارا؟ شما چی ها گفته ایستید خانم ملیس؟ داملوزیا گوش کنید. از من با شما ضرری نمی رسد. به هیچ کس نمی گویم. من با زور و اویله‌دار شدنتون رو می خواهم. به خوشبختی حق دارید. لیکن این خیل رفتار نکنید. لطفاً دقت دهید. بسیار راحت هستید. خانم ملیس من به چی دقت دهم آخر نفهمیدم. در اصل به چی دقت دادنتون رو خوب میدونید. داملوزیا من علاقه همه چیز رو میدونم. اما نترسید. من طرفدار شمایم. مگر این داماد ساخته بودن من رو فهمید؟ آخر خانم ملیس گوش کنید. همون قدر مرکب گپ زده ایستادید که یعنی سر من گیج شد. کمی بسیارتر این را شهر دید. حالا هم گویا هیچ چیز رو نفهمیده است. داملوی ساختکار. داملوزیا گپ هایم رو گفتم با دقت باشید مایلش. لطفاً
باز دیدم تو باز دید دومولا با ملیس چی گپ زدی؟ با فکرم از ما شبه دارد. چی آخر؟ ساخته بودن آیله دوری همون رو. انا درباره این گپ زد. این رو از کجا فهمیده است؟ با خدا نمیدانم. چی گفته دخترش؟ یعنی آشکارا نگفتم و آخر با من باور کرده میتوانید گفت. از من ترسیدنتون لازم نیست گفت. من به او باور نمیکنم آخر. خیر میلش. من حالا چنین فکر دارم که اگر با یگان کس میگفت آمده با من گپ نمیزد. ما با هر حال آرام باید باشیم میلش. اگر آرام نشود ملیس لازم نمیشود. زهرا جان تو در اینجا بودی؟ من با دومولا زیاد صحبت کردنی بودم، اما اگر اگم صحبت شخصی داشته باشد. نه امک جان، من هم برای چی آمده بودم آخر؟ زیا جان به خاطر روش یافتن آینده شرکتمون ضیافت داریم. شما را همچون فاتحه شدند به آنجا دعوت میکنم. مرا همراهی میکنید؟ با خدا زهرا من زیا لطفا ناراضگی نمیخواهم. در حقیقت برای من مهم است. میلش این طرف که باشن من شما را انتظار میشوم. میلش میایم. تو بسید. امک جان بسیار زیبا می نمایی. تشکر زهرا جان، تشکر. تو بسید. تا باز دیدیم. دومولا با شما چقدر رحمت گویم کم است. دست مبارکتون رو دیدک بسان. استغفرالله. آقای فاروق چیکار کردم آخر؟ باز دیگر چی میکنید دومولا؟ چشمونم رو کشوده. دومولا تمام مثالهای گفته‌تان رو اجرا کرده ایستادم. بکار اومد؟ مگر بکار ناومد؟ بعد این قدر سال تونیم با من رشد کردن رو آغاز کرد. با خدا برای شما خرسند شدم. تشکر زیاد دومولا. مثلا من تا امروز در هوش و خیال طولی نبودم. الکی بغیر از من هیچ کس رو فکر نمیکنم. پس ماشاءالله گویم ها؟ شکری خدا دومولا. عقل طولین نه به سرش در آمده است دومولا. امشب گفتم با بیرون میبرم طولین تلخ کف شد. اینه البته رحمت دومولا. تا بازدید. خدا حافظ. رحمت. این حاج خیل اویله ایستادن. ای خوگی دشتی، حالا که تو را به جهنم روان نکردم در دلت چی گپی که داری بگو، شرم ندار. اکا جان قسم میخورم زاغی سیاه من نیستم. حالا من از سببی که با دومولا زیاد در یک جا استقامت میکنم از او بسیار تاثیرات ها میگیرم. یعنی هر وقتی که بر روی نورانی به نگاه میکنم دمات را گیر. اکا من الکی از دنیا علاقه هم رو تماما کنده کردم. من خودم رو به دین بخشیدم. خب توبه کن. و تو با این قدر دروغ های به دین هم زغر میدی. دروغ در دل تو قرارگاه ساخته است. علاوه بر این به مسجد کمک کردم. گپ رو دراز نکنیم. خواهشت را بگو. کارو بار دارم، من زود باید روم. اکا جان من همش رو به شما اعتراف میکنم. حالا مافیا روس‌ها چون از خفای من هستند، زهرا باشد دوستی درینه اویله ما. یعنی من زاخی سیاه هستم گویم و من پول قرض میدید گفته فکر کردم. اکا تماما نیتی خوب داشتم، یگان نیتی بد نداشتم. قسم میخورم. وای بیشرفی، وای بیشرف، وای. آراز این سگی کوچه را بیرون کنید، دیگر او را دیدن نمیخواهم. فهمیدم. دستم را کش آراز. اکا رحمتی کلام با شما. برای کار گفته رو من از اینجا هم میلش. من رفتم. بای بای. اکا من به این هم بازاقی سیاه بودن این احمق باوری نداشتم. کالت کلاس بودنش باشد غیر امکان است. نمک تو در نزد من اینقدر سفسطه گفته مرا عصبانی نکن. تو این کله دمد را برای یافتن خواهری کالت کلاس استفاده بر. چیکار کنیم آخر اکا؟ من از کجا دارم چیکار میکنی؟ برگوش تایلان. استاد هجری
سوال نپرس، حال به سوال جواب دادن رو نداره. استاد من سوال پرسیدنی نیستم. دیدم که به مغازه شیرینی ها آمده، از همین سبب آمدم. اکی خانم بیتول وفات کرد که همه به قبرستان رفتن. این را گفتنی بودم استاد. تشکر. سلامت باش هجری. مگر من با توی خیلی روبرو نشدم حکا جان؟ اگر من تو رو این طور آغوش میکردم چرا مرا گذاشته رفتی؟ مرا چرا پرداخته رفتی؟ چرا پرداخته رفتی حکا جان؟ چرا رفتی؟ بیتول خواهی عزیزی من، تو رو هیچ گاه تنها نگذاشتم. دایم در برت بودم. من چیکار کرده ایستادم؟ دختر از گریه هلاک شد. من باشم مانند ترسو پنهان شده ایستادم. همش رو به او میفهمانم. حکا جان، آرام باش دختر جانم، خودت رو به دست بیار. خدا به شما صبر جمیل دهد حکا جان. الو، تو چکل وفات کردن مرا با خواهرم گفتی ها؟ کلپکیل تو را آگاه کرده بودم. چی کار میکردم؟ مجبور شدم. من هم به بیتول اگر وفات کرده از گفتم نمیخواستم. وقتی که بیتول اومد کنون در اینجا درباره خواهرت از من معلومات گرفتنی بود. بابا چی گفتی؟ خواطر نشو. به کنعان دیوانه هیچ چیز نگفتم. وعده دادم وفا میکنم. یکم آدم فرستادم. به خواهرت میگویم که اگر وفات نکرده است خواهرت را به این کار همراه نمیکنم. اما دانسته باش که از پس تو هستم. کلپکیل است. تو عائله مرا پراکنده کردی. قصاصش رو از تو میگیرم. تو رو دستگیر میکنم. کلپکیل است. ببین لبای سردارم بیگاه بعد از کار به محله رو بیتول را یافته گوی که اکاش وفات نکرده است. با چشم سردارم. لبای خانم زهرا، نه خفه نشوید. من امشب به خوراک شام آمده نمیتوانم. زیا جان، آخر این خوراک شام برای من بسیار مهم است. میفهمم و یک کاری تجلی برام. خفه نشوید. مولا شما خوب است؟ اوضاعتان اونقدر خوب ناآمده است. دست مشکلی دارد؟ نه یگان مشکلی نیست. خوبم. خیر نباشد. مدش دیگر چاره نیست. پس تو بازدید. تو بازدید. چرا این اونال برای خبر دادن آمده ایستاده است؟ با کار برآمدن دامولوزیا بسیار غمگینم کرد زهرا، اما وضعیت این شانس موفق شدن ما رو باز زیاد کرده میتواند. تو خب که زاغی سیاهی ساخته؟ در اصل اگر دامولوزیا می اومد شانس موفق شدن ما بیشتر میشد. زهرا به این سخنت باوریم نمیآید. امیدوارم که ماشین بسیار نیست. حالا وقت است خواطر نشه میرسیم. دخترها خواطر نشوید. امشب همش زیر نظارت من است. این رو بینه زاغی سیاه. با زهرا هم عیب شد. خواهرم را در این حال گذاشته آمده نمیتوانستم. چرا حالا هم برای خبر دادن نمی آیند؟ لیوینت
خانم بتوله سلام. سلام. دیروز کمیسر اونال به شما گفت که اکاتون مرده است اما اشتباه شده است. اکاتون زنده و سلامت است. چه خیر؟ یعنی اکاتون وفات نکرده، زنده است. در حقیقت درست میگوید؟ البته که راست است به خدا. کمیسر اونال حجت اکاتون رو با دیگر حجت آمیخته کرده است. من باشم برای خطای اکاتون از شما بخشش میپرسم. اپای بیتون خدا از شما راضی باشد. خدا را شکر. تشکر زیاد. سلامت باشد. نمیرسد. شبی خوش. با شما شبی خوش. خدای عزیز. وقتی که بیتول خبر رو شنید آنقدر خرسند شد که شوکت یک میدیدی با خدا قریب دویده رفته آن لیرنت رو آغوش میکرده. عزمی بلود کی؟ چی میگو؟ کی؟ داملا عزمی میگویم. خدا رحمتش کنه. داملا عزمی میگویم. حاضر دیدمش. در کجا دیدی؟ ابشد سفسطه نگو. با چشمانم دیدم. وقتی که ما رو دید پنهان شد. برادر گوش کن. میفهمم وقتی آخر پرابلم‌های زیاد داریم. چی خواهرت باشد چی زهرا باشد. بسیار در وقت مشکلی قرار داری. خیالی شده ای سرت اومیخته است. من ترسیده ای شدم برادر. شوکت او رو دیدم. وقتی که ما رو دید پنهان شد. برادر من مرده او را با چشمام دیدم. تو چخیل میبینی او را دایجا؟ چخیل مرده؟ حاضر دیدم میگویم با تو. برادر این بطره کینوی خجش مزویستی نیست که بخیزه قبرستان بیار مرد وای. من وقتی که از تو پرسیدم که داملا چخیل است تو نگفتی که سلامت است. برادر این ناممکن است. وقتی که تو برآمده رفتی او در بلینسه مرد. من تو نگفتم. چرا من او رو دیدم میگویم. برادر این ناممکن است. عروبه اومد دیدم که وای مرد. در بالاش سونی سفید بود. بچه همگیش بالای سرش گیریه کرد. مرم گفتم خدا رحمتش کنه. خیر خوش کردیم. گفتم برادر خدا رحمتی تو. انا دیدی؟ دیدی؟ برادر او در راه جوست. آخر با تو نگفتم که آدم نمرده از نمیبینی. برادر اگون دعا کن. باز با قبرستان رواد اگون کار کن اگون دعا کن. چکل دعا تو دیوانه شدی مگر؟ بگیر از که میخرد. چرا اینها گرفته رفتن؟ خدایا توبه بغیر اینها در این محله دیگر کس نیست؟ عجبا با کجا رفتن؟ برادر سختی بد دویدیم با فکر مورا دریا نکن. یا از اینجا میرویم زود باش. ابا شبیه کم ترزم گیرید. این راه پس دم بشید که طرف گوش ما طرف دور شو نزدیک نشو. برادر بیا چه شد شوکت؟ ایستا خوش بود. شوکت آخر این آدم چقدر بدبخت بوده است؟ بله این دفعه عمیق مرد. از دهانت یگان بار گپ خوش نبرآمد. مرا گوش کن. یا آخر به سرش کوزه افتی. مالش تو حالا ایمان رو گیر. کارها رو میدونی خیر؟ او را گرفته راست به مرخون نبر. مالش دکتران با من جوره شدن. بیا کنی کنی آردم که رو برداری. من از زورو برای خوراک میروم. تو این رو راست با بیمارخانه بر. برادر التماس خاطر نشم. من خوبم پروی مرا. من از زود رو چند کیلو باشم؟ ولی سه کدام طرف بود؟ اما چه دسته بگی چی که دستی؟ چه خیلی بود است؟ مکان با شما معقول شد؟ بسیار مکانی زیبا بود است. خوراکای با مزه هم دارد. اگر خواهید فرمایش میدهیم. اگر سید نباشید فاتحه شود اطراف را انتظار بشه میآید. سببی که کارش زیاد بود متاسفانه با ما آمده نتوانست. خوب نشد. با او بسیار شناس شدن میخواستم. زیرا ما همچون یک شرکت با این چیزها بسیار اهمیت میدهیم. همین نه آقای عاطف؟ حق بر جانب شما جناب.
من هم باشم از این سبب سفر خارجه هم را قطع کرده در این خیل مجلس مهم اشتراک کردن خواستم. فراموش کردم که خودم را شناس کنم. خب سمی علماز فاتحه شده زهرایم. بله همین خیلی ما هم گفتیم نمی آید. بسیار غمگین شدیم. ممنونم. من هم ممنون شدم. مرحمت کنید. بله این شکل باشد هر سفیدشون می شود از رویش این رو می پوشم درست می شود که نبینیم. تمام شد این شیم رو می پوشم موافق است. زهرا جان خفه نشد کمی دیر کردم کار داشتم. تمام وحیما نکن بیا اکنون رویم هر چیز زودتر باشه. رفته میرویم. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ برای موفق شدنت کمک کرده ایستادم. تویتان کی برپا می شود؟ در تابستان. یعنی من میخواهم که توی در تابستان شود زهرا باشد. عروسی زمستانی شدن میخواهد. کمی ناراضگی هست. همین کمی عزیزم. سمی بسیاری بد گذرانده ایستاده. برای موفق شدنت کمک کرده ایستادم. اینها به عائله بسیار اهمیت میدادند. اگر داملازیو می اومد آخر همکاری نمیکردم با تو. خیر او ناامد. اگر من نمی اومدم در پیش اینو شرمنده میشدم. خیر بود چیکار کنم؟ سمی دهانت رو باش. ناراحت نکن مرا. خیر زهرا جان کار شدگی شد. خودت رو به دست گیر. شام بخیر. السلام. داملازیو؟ اشتهایتان. داملازیو جلو آمدند. داملوی مدرسه؟ نه امام مسجد. یگان گپی خنده‌آور گفتم. آخر لطیفه بسیار موافق بود از همین سبب جناب. اما لطیفه نبود. گپ انا در کجا؟ بله جناب من داملوی مسجد هستم. عین حال هرچند وقتی کاریم بود فاتحه شده‌ام رو تنها گذاشتن نخواستم. فاتحه شده اتون؟ بله فاتحه شده ای من. داملازیو التماس با ما چیزی نگویه. چی رو؟ بسیار خوب. معلوم شما هم مانند زهرا و سمی فاتحه شدید ها؟ بله. مرحمت کرده شدید؟ نه من ناراحتتان نکنم. خدا حافظ. تا باز دید عزیزم. با اجازت شما. زهرا جان چی خیلی که کارهایمون من رو گرفته ایستاد. از جشن میگیریم. پیش خدمت. خیر بمیشیم ها؟ این رو با من نمی کردی زهرا. تو این شب نه تنها زاغیسی‌ها رو بلکه داملازی‌ها رو هم از دست دادی. چیکار کرده ایستاده اول زاغی سیاه شدم به نزدم آمدی روبرو شدی حالا باش از فاتحه شده من میگویی تو چیکار کرده ایستاده؟ زهرا آرام شو. آرام شده نمیتوانم. تو عموما از من چی میخواهی من یگانیت بد نداشتم. فاتحه شده تو بودنم رو گفتم چون که چقدر مهم بودن کار رو میدانستم. میفهمی؟ نکو سمی برای من کمکی تو تماما در کار نیست. میفهمی؟ از برای تو شده در نزد داملو شرمنده شدم. من از برای تو شده دلی او رو شکستم. میفهمی تو چی کار کردی؟ در یک کارخانه کار کردن ما ممکن است. در یک خانه زندگی کردن ما ممکن است. اما این همه
با اون خاطر نیست که تو در حیات شخصی من دخالت کنی. میفهمی؟ دیگر به این کار دست نزن. حالا اشتر تو سمی همش عیبی تو شد. حالا میبینی و تو نشان میدیم. اکنون که بودن زار سیاه را فهمیدی؟ سمی دویم از برای تو. یا خدایا انشالله میبخشد. دومولا زیا خانم زهرا، دومولا من برای عمل این شب از شما عذر پرسیدم میخواهم. چرا؟ برای با اون سمی احمق بازی ساخته کردنتان ها؟ دومولا غضبی شوید همه روزی. کی؟ من غضبناک شدم؟ این کار ناگهان شد. من باید نمیگفتم و سمی یک باره. گوش کنید خانم زهرا، مشکلی در سمی نیست، مشکلی در شماست. فهمو؟ با سمی فاتحه ساخته، با من ازدواج ساخته. این چی گپ؟ ساخته همه چیز شما ساخته است. دومولا من از شما عذر میخواهم. گوش کنید، شخصی عذر میپرسیدگی باشد آن هم من هستم. فهمو؟ من باید با بازی ازدواج ساخته همراه نمیشدم. خفه نشوید خانم زهرا، من یک دومولایم. خیر دومولایم یک طرف، من انسان هستم. دومولا میبخشید من این رو با شما چند بار گفتم خانم زهرا، اما شما ما رو هیچ گوش نکردید. ما رو هیچ گوش نکردید. دومولا نکنید. گوش کنید، همه چیزی شما ساخته بوده میتواند، اما من ساخته نیستم. فهمیدید خانم زهرا؟ من حقیقت هستم. این بازی رو دیگر دوام نمیدیم.